دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه یک شهروند تاجیکستان را با جرم قصد انجام ترکش در بازار شهر نوینامیسک استان استاوروپول به 13 سال زندان محکوم کرد. دادگاه را در عضویت در سازمان تروریستی، آمادگی به حمله تروریستی و غیر قانونی آماده کردن مواد ترکننده گناهکار شناخت. با حکم دادگاه این شهروند تاجیکستان 3 سال اول حکمش را در زندان پوشیده و 10 سال باقی مانده‌اش را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. خدمات مطبوعات ریاست فسب استان استاوروپول روز 6 یونیو سال 2024 در شرح این پرونده گفت معین کرده شد که گم شونده به عضویت سازمان بین المللی تروریستی در روسیه ممنوع پیوسته نقشه داشت که ماه سال 2023 با روی ترکش در بازار نوینامیسک حمله تروریستی انجام بدهد، ولی او نقشه خود را عملی کرده نتوانست چون که کارمندان فسب فعالیت غیر قانونی او را آشکار کردند. فسب افزود که هنگام کوفتکو از محل زیست او موادی که میتواند برای ساختمان بمب استفاده شود یافت شد. این شهروند تاجیکستان که نه نامش و حتی سن و سالش نشر نشده است هنوز در بهار سال 2023 دستگیر شده بیش از 1 سال باز در حبس قرار دارد. خود او و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. معلوم نیست که آیا او در جریان تفتیشات و مرافعه دادگاهی به ادوکات دسترسی داشت یا نه. حکم این شهروند تاجیکستان هنوز قوه قانونی نگرفته است، ولی معلوم نیست که آیا او از حکمش شکایت خواهد برد یا نه. فسب روسیه دائم درباره بازداشت مهاجران تاجیک با اتهام آمادگی به حمله‌های تروریستی در منطقه‌های گوناگون این کشور از نام سازمان‌های بین المللی تروریستی اساساً از نام داعش خبر می‌دهد، ولی حامیان حقوق میگویند در بسیار موردها چنین پرونده‌ها ساخته و یا حداقل از سوی خود کارمندان فسب تحریک داده شده، یعنی سنی بوده. به این وسیله مقامات ویژه روسیه میخواهند به طور سنی از حساب مهاجران بی‌حقوق نتیجه های خود را در عرصه مبارزه با تروریسم از بودش زیادتر نشان دهند.